آموده شد. این برادر شما لباساتون نپوشید اینجا بیاید. شهرزاد رقیبش یافت دعا شوید. شما یک نظریگر هستید. این بچه حساری و پهلوان واحد ایرانی جای خالی داری که گلوبر صدر بیکار است که شما شاید برای که در شاید داره کنی آقا جون برادر شما بفرما بزرید. خب یک توفه که هست اونجا بچه های تاجیک و ایرانی عبدالله لایقزاده از تاجیکستان ناحیه رشت و رقیب برادر ارجمند از کشور ایران است. برمن آغلو با عمر گوشتین گرفته ایستاده است. محیدین و ابراهیم از نورآباد. همین ترتیب یک دو سه چهار جفت بچه های ارزنده در میدان. تشکر به همه اینا. سپاس. حالا بعد این جفت باز پهلوان شهر حصار از تاجیکستان و مهمان ارجمند ایرانی واقعا نام شما که آقایون محسن جان خوش آمدید. خیر مقدم یک مهمان ایرانی